این سه تا هیولا دارن جیبتو خالی میکنن. مخصوصا سومی، هیولای اول جار زدن موفقیت نرسیده. دوجلی تا یه ایده پولساز به ذهنش رسید، شیرینی موفقیت نرسیدهشو جلو جلو به دوستاش داد و از سیر تا پیاز رو بهشون گفت. تاش چی شد؟ یکی مسخرش کرد، یکی ازش کلی پول قرض گرفت، یه پارتنر نامناسبم به خاطر همین گندگوییاش اومد توی زندگیش. هیولای دوم، شراکت از روی ترس. دوجلی به جای اینکه ریسک کنه خودش ادامه بده، رفت و پسرخاله و پسرعموش شریک شد تا ریسکش کم بشه. تاش چی شد؟ اون سودی که میتونست همش مال خودش باشه شد 30%. تازه اگه همونم پارتنر قلابیش بذاره واسش بمونه. و اما هیولای سوم، خریدن پوز به جای دارایی. دوجلی خواست ثابت کنه که هنوز موفقه. اون قبل از اینکه خونه بخره شاسی بلند چینی خرید، قبل از اینکه خونه بخره آیفون 17 نارنجی خرید و باهاش محتوای فاخر تو اینستا ساخت و کردش تو چشم ما، فقط برای اینکه بقیه بهش اهمیت بدن. امروز دوجلی تیگو خش داره که پول بنزینشو نداره، با یه جیب خالی و آیفون 17 که فقط میتونه واسه پارتنر سمیش کلاس بذاره، البته اگه هنوز کنارش مونده باشه. حواست باشه پول توی سکوت در میاد، نه با جار زدن خودنمایی.